ساعت اذان، دقیقاً این مثلثی که 3 تا زمانی که برای ساعت اذان مشخص کردن، ساعتایی که سطح انرژی زمین تو بالاترین حالت ممکنه، ساعت بین مثلا 4 تا در واقع 5 و نیم ساعتی هستش که بسیار انرژی زمین بالاست و همون ساعتی که مثلا ما بیدار میشیم، مدیتیشن میکنیم، سعی میکنیم به اون آرامش برسیم و اینا همش وجود داره. فقط چون به شکلای بدی شاید جا افتاده، یه سری آدما ایمانشون رو از دست دادن، یه سری آدما ایگنورش میکنن، یه سری آدما میرن دراگ میزنن، اصلا تو این دنیا نباشن، شده اینجوری. حالا برای اینکه من بتونم اون ارتباط رو برقرار کنم نیاز به ایمان دارم. باید ایمان داشته باشم که وجود داره. ما قطع به یقین خالق داریم. مگه این لیوان رو خودم درستش کرده باشم بذارمش اینجا یا این میزو، خالق این میز هستم. به همون شکل که ما یک ابزاری درست میکنیم، پس یکی ما رو درست کرده. اینو فکر میکنم همه بدونن و کاملا داره تو رو مشاهده میکنه، تمام اطلاعات تو رو داره ثبت میکنه. من خالق هوشمندی دارم که من رو مشاهده میکنه. حالا من دارم چیکار میکنم؟